شاید هنوز خیلی از شماها ندونید چجوری کمای پلاتینیوم رو داماسکاس رو باید باز کرد، یا حالا شاید خیلی از شما دوست داشته باشید مثل من روی هر گانتون یه رنگی بندازید. روز هفتم از حل مشکل شما توی کال اف دیوتی موبایل فصل اول. خب بچه‌ها، توی این ویدیو میخوام آموزش باز کردن کمای پلاتینیوم و داماسکاس رو بهتون بگم. برای کمای پلاتینیوم اول شما باید یه دسته از گان‌ها رو انتخاب بکنید. من خودم به شخصه دسته شاتگان رو انتخاب کردم. وقتی دسته شاتگان رو انتخاب میکنید، وارد گان‌های اوم میشید، یک گانا رو انتخاب میکنید و وارد کما میشید. برای اینکه پلاتینیوم باز بشه باید شما اون دسته رو، تمام اون گانای اون دسته رو گلد بکنید که برای شاتگانا و اسنایپر یه چیز راحت هستش. حالا کمای بعدی داماسکاسه. ما الان اسالت رایفل، اسنایپرها، ال ام جی ها، اس ام جی ها، شاتگانا و مارکسمنا جزء دسته‌های گان هستن. شما باید تک تک این دسته ها رو گلد بکنید، یعنی همه گانا، چه برسه به کلت ها و آر پی جی ها، یعنی همون استمارس و نایفا رو باید همه رو وا بکنید تا داماسکاس براتون وا بشه. دسته بعدی هم که دایموند هم باید 120 تا دست بازی بکنید، توی هر دست 10 تا کیل بگیرید.